در حدیث دوم میگوید که ان معاویه ابن حیده، معاویه ابن حیده گفتگی است که قلت یا رسول الله عوراتنا ما نأتی منها و ما نذر، یعنی که عوراتمون کجاش بپوشانیم و کجاش نپوشانیم، یعنی که قطعی زن یک جا که باشیم کجا را بپوشانیم و کجا را نپوشانیم. قال رسول الله گفته است که واحفظ عورتک الا من زوجتک، یعنی که عورت گفته در پیش دیگرها بپوشان، در پیش همسرت نپوشان. در پیش همسرت پوشاندن شرط نیست. اما ملکت یمینک، یا اگر برده داشته باشی، خادمه داشته باشی، در پیش اونها هم که زمانهای پیش بود، اونها هم پوشانده نمی شود، دیدنش گناه نیست. زن می تواند این حدیث همچنین دلیل هست، این حدیث دلیل است که جایز است برای زن تمام جای مردش رو ببیند. همچنین میگوید قلت یا رسول الله اذا کان قوم بعضهم فی بعض، میگه گفتم ای رسول الله اگر که بسیاری باشیم چی؟ قال این استطاعت لا یرینها احد فلا یرینها، اگر بتونه گفت پنهان کنی هیچ که نبینه، عورت بسط بجا کن اگر بسیاری باشید. قال قلت یا رسول الله اذا کان احدنا خالیا، با میگه سوال کردم که گفتم ای رسول الله اگر که یک از تنها باشد چی؟ یک از خودش طاقه باشد، قطعی همسرش نباشد، طاقه باشد، این صورت چیکار بکند؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم گفته است که الله احق ان یستحی منه من الناس، الله حقدارتر است از مردم را دیده، از الله حقدارتر است که حیا بکنه. یعنی تنها باشه، هیچ که نباشد، در خانه خود تنها هستی لیش خواب نکن. اما قطعی همسرت هستی چطوره که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که احفظ عورتک الا من زوجتک، یعنی که عورتت رو حفظ کن غیر از همسرت، همسرت ببیند یگان اشکالی ندارد. و این حدیثی صحیح است. امام نسائی غیر از امام نسائی دیگرها هم روایتش کرده است، ابو داوود و ترمذی و دیگر کتاب‌های حدیث دا این حدیث روایت شدگی هست. و این دویم حدیث است برای جایز بودن که مرد میتواند عورت زنش را ببیند، زن میتواند عورت مردش را ببیند، یک جا میتواند در یک بنیه آوازی بکنند، غسل بکنند. همچنین یک قول زیبایی میارند از عالم ها، میگویند که و مباح لكل واحد من الزوجین النظر الى جمیع بدن صاحبه، و درست است با که ندارد، گناه نیست که زن و شوهر تمام بدن یکدیگر رو ببینند. و لمسه حتی الفرج لهذا الحديث، و قپیدنش تمام جای زن تا میتونی بقپی، زن نکاحی خودت رو تمام جاش قپیدن، حتی شرمگاهش میتونی بقپی، قپیدنش. اما سوال های میشود درباره بوسیدن و لیسیدن، اینا هم حرام هستند، ناجایز هستند. از این سفسطه ها دور باشید، از این بدبختی ها دور باشید، از این مانند کردن خودتون رو با کافرها دور باشید. چیزی که جایز است با اون نزدیک شوید. شما قپیدن آلت زن جایز است، درست است، و تمام بدن زن قپیدن جایز است. اما بوسه کردن چطوری که بعضی سوال میکنن و لیس گرفتن آلت زن و شوهر، این ناجایز است، نادرست است، در طبیعت انسانیت خوش نمی آید. از این چیزها دور باشید. چیزی که سنت است به همون نزدیک شوید، چیزی که حقیقت است به همون حقیقت نزدیک شوید. برای چی شوهر میتواند که شرمگاه زنش را بقپد؟ سببش چی است؟ میگوید که لأن الفرج یحل له الاستمتاع به، زیرا اینکه فرج یعنی که آلت زن حلال است برای مرد که از اون لذت ببرد. اگر با قپیدنش لذت میبرد پس بقپش، جایز است. فجاز ان نظر الیه، جایز است که نگاه کند شرمگاه زنش رو و زنش ای همسرش رو، و لمسه، و میتونه جایز است که بقپشه که بقیت البدن، چطوری که دیگه دوش میقپد و هر جایش که بدنش که هست میتونه بقپد، یگان اشکال ندارد، یگان جای منع نیست. قپیدن یگان جای منع نیست. همخوابگی کردن فقط در جایی که فرزند تولد میشه در همون جا است و بس. اما قپیدن همه جای زن رو شوهر میتواند که بقپد. این قول عالم ها و بزرگان.
و درباره اونه که گفتیم مرد اگر تنها باشد، در آخر حدیث گفتیم که الله احق ان یستحی منه من الناس، الله حقدارتر است که اگر مرد تنها باشد یعنی لباساش بپوشد. امام شافعی گفتگی است که یعنی که برای واجب بودن نیست، برای ندب است، یعنی خوب است که بپوشد. اما اگر لیچ هم خواب بکند هیچ کار نمی کند. اما زن و شوهر جایز است، درست است، یگان اشکال ندارند که با یکدیگر لیچ خواب بشوند، یکدیگر رو ببینند و با یکدیگر در بنیه بدرند، آوازی بکنند. یگان اشکال، یگان مانعه، یگان سببی منع شدن نیست، جایز و درست است. و حدیثایی را که گفتیم میگن ناجایز است ضعیف هستند. و این دو حدیث را که گفتیم، این دو حدیث در ذهنتون بگیرید، بالخصوص حدیث یکم که حدیث بخاری است و اون قوی ترین دلیل در این باب می باشد.